کشور اروپایی استونیا دو شهروند جوان تاجیکستان با اتهام قلابی دستگیر کرده است. بنا به فرضیه پلیس این دو نفر که در لاتویا حق اقامت داشتند 4000 یورو یک ساکن شهر ترتو را تصرف کرده قصد بارای فریب از خود کردن قریب 26000 یورو پول این مرد سالخورده را هم در سر داشتند، ولی در نتیجه یک عملیات ویژه به دست افتادند. خدمات مطبوعات دادستانی حوزه لیونس خبر داد که روز 14 اکتبر پلیس اطلاع گرفت که قلابان میخواهند 26000 یورو پول یک ساکن کهنسال ترتو را بربایند. بنا به نقل رهبر دفتر کریمینالی لیونس ری واسمن، قلابی که با این ساکن ترتو در تماس شده است به زبان روسی صحبت کرده خود را کارمند بانک شوید بانک معرفی کرده است و گفته است که بانک برای معاین کردن کارگردان دستشان یک عملیات ویژه برگزار کرده ایستاده است. واسمن میگوید از مرد سالخورده به دام افتاده خواستند که به بانک آمده از حساب بانکیش مبلغ زیاد را گرفته به نماینده آنها دهد. او را اطمینان دادند که بعد انجام عملیات پولهایش را برمیگردانند. ما برای معاین کردن شخصیت قلابان و جلوگیری از این فریب عملیات پلیس را برراه انداختیم. در نتیجه معلومات جمع شده روز دیگر پلیس به شهر یخوی آورد. در اینجا دو گمانبر به قلابی را در جای جنایتشان در نزد یک شعبه پلیس دستگیر کردیم. قلابان نتوانستند نقشه ربودن 26000 یورو را تا آخر برسانند، ولی از این پیش آنها الکی توانستند که از حساب این بیچاره 4000 یورو بگیرند. دادستانی لیونس کیولی ساکس میگوید اکنون حکم حبس این دو دستگیر شده امر ناگزیر است. بر عقیده خانم ساکس حلقه‌هایی که به چنین قلابی دست میزنند خیلی بزرگترند و این دو نفر دستگیر شده تنها یک حلقه این زنجیر است. معلومات جمع آورده نشان میدهد که گمانبر شونده ها در صورت در آزادی باقی ماندن به احتمال غالب بلافاصله ترک استونیا کرده از تفتیشات فرار میکنند. از طرف دیگر حبس آنها امکان میدهد که چنین جنایت ها در بیرون از استونیا هم جلوگیری شوند، ولی تنها این دو نفر نیست که دست به چنین قلابی میزنند و ساکنان باید هوشیار باشند و به کسان بیگانه امکان دسترسی به حسابهای بانکی خود را ندهند. استونیا یکی از جمهوری سابق شوروی ساحل بالتیک است که الکی به اتحاد اروپا و ناتو پیوستند. در سالهای آخر دهها نفر از شهروندان تاجیکستان که در جستجوی زندگی بهتر یا پناهگاه رو به اروپا آوردند در استونیا پناه یافتند، زیرا این کشور با روسیه مرز مستقیم دارد.